آغاز یک هفته دیگر رو با همه شما بینندگان عزیز شد باش. میگم امروز 24 فوریه و ساعت به وقت پراگ هفته است. حالا فرصت است که من برای شما اخبار تاجیکستان و جهان رو معرفی میکنم. برای اینکه روزتون رو با رادیو آزادی شروع میکنید البته میندار هستیم. هفته گذشته در ولایت بودکند قرقیزستان همرز با ولایت سعودی تاجیکستان جلسه کمیسیه بین دولتی دو کشور در مسائل مرزی برگزار کرد. هیئت تاجیکستان رو در این ملاقات معاون سروزیر کشور عظیم ابراهیم و هیئت قرقیزستان رو معاون نخست وزیر اکرم مادومارف رهبری کردند. عظیم ابراهیم در لحظه های اول پیش از شروع جلسه پشت درهای بسته گفت هنگام قبول قرار در مسائل مرزی نباید به کوتاهی و راه داد و نظر هر دو جانب هم باید به اعتبار گرفته شود. به گفته او ساکنان محلی باید به کار گروه های کاری اعتماد کنند. اکرم مادومارف معاون نخست وزیر قرقیزستان گفت که هر دو جانب در اندیشه حل مسائل مرزی هستند. از این خاطر این ملاقات در سلسله مذاکرات نتیجه بخش آینده باید اقدام اول شود. مذاکرات میان هیئت دو روزی ادامه نموده. جانب‌ها اساساً پروتکل 14 ینور امضا شده را بررسی نمودند. در این سند که از 6 بخش عبارت است به گروه‌های کاری سپاری شد که طرح خط مرز را در طول 114 کیلومتر بکشند و گروه های توپوگرافی تا 1 مارس سال 2020 امکانیت های تبادل برابر قطعه زمین را با هم هماهنگ کنند، ولی فعلا جزئیات زیاد در این زمینه معلوم نیست. سازمان ملل متحد برنامه نوین مبارزه با تروریسم، سیلاب و جنایتکاری را معرفی کرد که به کشورهای آسیای مرکزی نگراننده شده. سرمایه‌گذاران اصلی این برنامه عربستان سعودی و روسیه میباشند. مقامات روسیه گفتند که این کشور برای تطبیق برنامه $5 میلیون مبلغ داده است. ارزش پوره این طرح فعلا معلوم نیست. ولادیمیر وارانکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد و معاون دبیر کل این سازمان که آخر هفته گذشته در نیویورک برنامه نو را معرفی کرد گفت هدف اصلی این برنامه راه دادن به ورود سیلاب به قلمروی کشورهای آسیای مرکزی است که باعث افزایش تروریسم می شود. در گذشته مقامات در تاجیکستان گفتند که سلاح‌های آشکار شونده غیرقانونی در این کشور بیشتر میراث جنگ شهروندی تاجیکستان میباشد. مقامات در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان میگویند که بعد ضعیف شدن موقع جنگجویان دولت اسلامی در خاورمیانه برخی از آن به قلمروهای از نظر امنیتی ضعیف دیگر مثل افغانستان هم انتقال می‌یابند. فعلا جزئیات اجرای برنامه سازمان ملل متحد اوید به مقابله با سلاح تروریسم معلوم نیست. همچنین که مشخص نیست آیا این برنامه کار خود را در تاجیکستان چگونه به راه میماند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هومن رایتس واچ با نشر اظهارات روز 21 فوریه گفت که مقامات تاجیکستان دلیر شریفوف ژورنالیست معروف را ظاهراً برای نوشته‌هایش بازداشت کردند. مقامات تاجیک در امر آزاد کردن شریفوف باید بلافاصله اقدام کنند و نگذارند که او در بازداشتگاه مورد بدرفتاری قرار بگیرد، نوشته است هومن رایتس واچ. نیو ویلیامسون رهبر برنامه اروپا و آسیای مرکزی این سازمان میگوید دلیر شریفوف در میان شمار خیلی کمی ژورنالیستان مستقل تاجیکستان است که آزادانه نظر خود را بیان میکرد. این سازمان میگوید که بعد سال 2015 در تاجیکستان سرکوب آزادی‌های بشری مشاهده شد و مقامات به نوشته هیومن رایتس واچ 150 نفر را با اتهامی که دارای انگیزه‌های سیاسی باشند زندانی کردند. دلیر شریفوف 28 ینور دستگیر و جرم مقامات در برانگیختن هینوا دعوت دینی گمانبر می شود. او با قرار دادگاه به مهلت 2 ماه به حبس گرفته شده است. نزدیکان دلیر شریف میگویند که او هیچ گناهی نکرده است و ظاهراً کتابی نوشته‌اش درباره مسائل اسلام و تروریسم بهانه اصلی بازداشت او شده است. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ میگوید اگر سازش موقتی آتش بس که با طالبان افغان امضا شده است تطبیق گردد او آماده است با نمایندگان این جنبش سازش صلح را به امضا رساند. این سخنان را پرزیدنت آمریکا 23 فوریه در عرفه سفرش به هندوستان ابراز داشت. ماه روان دو جانب اعلان کرده بودند که در مسئله کاهش خشونت به موافقت رسیدند و آن باید 22 فوریه شروع شود. اگر این آتش بس اجرا گردد آمریکا ابراز داشته است که آماده است طولانی ترین جنگش را با امضای سازش با طالبان خاتمه باشد. فعلا در افغانستان 12,000 سرباز آمریکایی مستقر می باشد. در همین حال رسانه‌های محلی افغانستان گزارش دادند که در 2 روز اخیر طالبان به یکی از پایگاه‌های نیروهای افغان در ولایت‌ها حمله‌های خرد راه اندازی کردند. مقامات ایران میگویند 2 نفر دیگر بر اثر سیرت ویروسی نو به هلاکت رسیدند و همین گونه تعداد فوتیدگان از این بیماری در کشور به 8 نفر رسید. بعد از چین مرکز خروج بیماری، ایران دومین کشور دنیا با بالاترین تلفات از ویروس کووید 19 شد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز 20 فوریه از ضمن صحبت با تلویزیون دولت ایران گفت تا این روز 15 مورد نوی سیرت ویروس را ثبت کردند و در عموم این ویروس 43 نفر را بیمار کرده است. کیانوش جهانپور نگفت که قربانیان
بیماری از کجا بودند و کیف افتیدند. 4 کشور همسایه ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان و ارمنستان روز یکشنبه گفتند که پستگاه‌های مرزی با ایران را برای رفت آمد با مردم می‌بندند. چند کشور دیگر گفتند که رفت آمد هوایی با ایران را محدود می‌کنند. در خود چین باشد تا 23 فوریه 77150 نفر گرفتار ویروس نو بوده، 2592 نفر از این ویروس هلاک شدند. گروهی از دانشجویان تاجیک که با خروج ویروس خطرناک کرونا در چین از آن کشور به تاجیکستان برگشتند در تشویشند که در وطن آنها را به صف ارتش جلب میکنند. سخنگوی وزارت معماری و علمی تاجیکستان و عارف نوزیموف رهبر دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان میگویند دانشجویان تاجیک که از چین برگشتند به خدمت حربی دعوت نمیشوند. در وزارت معارف تاجیکستان گفتند نسبت به تقدیر دانشجویان برگشته از چین بی‌طرف نیستند. در این نهاد گفتند در صورت به درازو کشیدن خروج ویروس چینی مسئله ادامه تحصیل آنها را در کشور به میان میگذارند. بنا به امور رسمی در چین زیاده از 3000 دانشجوی تاجیک تحصیل میکردند. اکثر آنها در تعطیل زمستانه به وطن برگشتند و الحال به علت پنهان شدن ویروس کرونا به چین رفته نمیتوانند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده گفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا در امر اجرای برنامه اصلاحاتی میلیسای تاجیک برخی عهده‌داری‌هایش را اجرا نکرد. این سازمان بین‌المللی در دوشنبه یکی از ناظران عملی شدن اصلاحات میباشد، ولی صحه گفت این اظهار نظرها را شرح نمیدهد. اصلاحات میلیسا که آغازش سال 2011 شروع شده بود قرار است سال 2020 به انجام رسد. بر اساس این اصلاحات نام میلیسا به پلیس عوض میشود و به گفته مقامات باید همکاری این نهاد با مردم بیشتر شود. مقامات میگویند در میان آرمان‌های کلی این اصلاحات بالا بردن سطح کسبی خاتمه حفظ قانون، مبارزه با فسادکاری، خاتمه دادن به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شده‌ها است. صحه نهاد یاری رسان به تاجیکستان در امر تجدید ساختاری پلیس با مسئولان در این کشور برای مطابق سازی قانون‌های تاجیکستان به نظام نوی کاری همکاری می‌کند. برای گزارش از نظام میلیسا به پلیس 1 میلیارد سومانی خرج شده است. و بینندگان عزیز، حالا از کار به اسرار خارجی برای امروز معلومات می‌دهم که از طرف بانک ملی این گونه معین شده است. $1 9 و 69 درم است. 1 یورو 10 سومانی و 47 درم ارزش دارد. برای امروز 1000 روبل روسی 150 سومانی تعیین گردیده است. تشکر میگویم برای همراهی. بینندگان عزیز، ما را در ادامه امروز با خبرات تازه منتظر خواهیم بود. روزتان با قرار باشد.